تیمور رحیموف جمهوری تاجیکستان. سرداور داوری صاحب تجربه را وابسته کنید. دو داوری کنجی دیگر را برای مکمل و تقویت کردن عقیده داوری مرکز و رقابت در گرم زرد صورت گیرد. برای انعکاس پررأی کارمندان مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش که امروز جریان همه رقابت ها را با پررأیی ثبت کردند و همه اهل ایجاد بار دیگر از نام کمیته تدارکات عرض سپاس میکنیم. مرحبا گلمی سرد. خب با دقت با احترام و صمیمیت دو جانبه همه جهت به سمت‌های اساسی اعتبار دید. عبدالله سید خوجوف. تیمور در رقابت دو پهلوان کشورهایی که امروز مهمانند 2000 سواری دیگر بالای افتماشین زم ویتالی و ساهیجان بعدی 15 دقیقه به میدان میبرایند. از نام عبدالمومن یتیموف در بالای تحفه محسن و پهلوان شهرتیار تاجیکستان تیمور $200 دیگر زم گردید. برو که اپریون که یا حلوت که انا همین خیل ترتیب احترام تشکر دست شما عزیزان میدان خاورینگ درد را نبیند. احسن با تیمور رو با پهلوان همسایه کشور عزیز ما محسن جان. از بس که رقابت های شاه جایزه خیلی حساسند، مردم هم طلب کردن که هر یک شاه جایزه هنر نمایش مستقل و تنها در یک گلیم صورت گیرد. تشکر.
هاپا تشکر زیهی ابر مرد میدان جودوی تاجیک که امروز مردم از تو افتخار میکنم در فهرست بهترین های ستاره جودوی سیاره نفر پنجم چون معرفی کردیم تیمور رحیموف. با توجه همه مخلصان و هواداران ورزش میهن یک بانوی محبوب تاجیک گلسنبی شریفه و با دریافت راحتی بازی های المپی توکیو سرفراز گردید. در مسابقات جمهوری ازبکستان نتیجه شایسته را گلسنبی به دست آورد و اولین راحتی بانوان تاجیک با المپیاد توکیو. این موفقیت همه ما و شماست. یک کفکوبی دیگر به خاطر رشد ورزش کشور. خب برای رقابت فریاد مکافات بین فریاد شیخوف و فردوس نسیموف یک گاو، یک گوسفند، یک تلویزور، یک قالم، 2000 سامانه دیگر. به هر دو وقت اقبال دستکشوری برادرها برای ما مهم است. سلامت باشید پهلوان کلابشهر و نماینده ولایت مختار کوهستان بدخشان. خوش آمدید همه شما به سرزمین خاولین با تنتنه این با شکوه گشتین ملی که این با ابتکار به واسطه امروز هم براستی برای در سطح بلند انجام دادن این چاره‌بینی ها وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در همکاری باز هم با دیگر کمیته های مربوط به ساحه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه خاولین این چاره‌بینی با شکوه را در مجموع با مردم شرفمند خاولین برای ما و شما تشکیل کردند که فضایش همتا ندارد. اگر در ورزشگاهی که شماره مخلصانش 20 یا 40,000 نفر را تشکیل کند بدون مبالغه میدان سبزپوش خاولین 50,000 نفر تماشابین را فراگیر است. یک قرصد برای زحمت های شایسته ای همین دستاندر کاران ابر مردان خاولین که ما و شما را اینجا جمع آوردم. یک جهان سپاس. 2 نفر را جمع کردن کاری عادی و سهل نیست. بیش از 50,000 نفر تماشابین رقابت های پهلوانان را در میدان خاولین در این جشن با شکوهی که بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بخشیده شده است تماشا کرده ایستادم و جوانان هم آینده فردای ملتند. روز 23 می این جشن جوانان هم تجلیل می‌گردد که این هم ربط به چاره‌بینی های ایدانه ورزشی و فرهنگی در روز 23 می محسوب می‌یابد. من با کمیته تدارکات به هر یک فرزندی خاولین
از نامی همه شیراتیان عرض سپاس و مینداری میکنم که واقعا هم تنتنه را امروز در خوالین به عید حقیقی گوشتین تبدیل دادن. جهان سپاس. یک قرصکی صمیمانه شما. خوش آمدید مهمانان محترم و عزیز تاجیکستان و ازبکستان و فدراسیون روسیه. رسول باقیوف خدمتان بالای دیده مردم شرفمند و مهمان نوازی خوالین یک بار دیگر به افتخار رسول قرصک زنیم. خوش آمدید. قدر کرده دو تن پهلوان معروف روسیه را جایزه داران مسابقات قهرمانی اروپا و آسیا را به خوالین آوردنتان شهامت و افتخارمندی هر یک فرد است و این صمیمیت وطنداری شما را بار دیگر اثبات میکند. یک جهان سپاس به این چهره سرشناس و ابرمرد گشتین جودوی تاجیک. جهان سپاس به فدراسیون جودو، فدراسیون گشتین ملی گشتینگیری هم سپاس میگوییم که امروز خلعت و لباس های ورزشی گشتین ملی را به اینجا تقدیم کردم و تبلیغ این نوعی ورزشی سنتی بهر فردای کاری روشنی ماست. داوران هم طول 5 ساعت میدانداری پهلوانان را خالصانه حکمی کردند. ابتدا از عبدالله سعید خواجه‌یوف و تا به باور خوجندیجوف که از ولایت مختار کوهستان بدخشان به خوالین تشریف آوردند. جهان سپاس به همه شما، به مخلصانی که امروز ما را قدر کردید. صمیمیت گشتین رو یک بار دیگر با حضورتان اثبات کردید. سپاسگزاریم. دست شما تیمور و محسن جان همسایه کشور ما درد را نبیند. احسن و تشکر به هنرنمای شما. یک قرصک دیگر به افتخار دو ستاره گشتین کشورهای همسایه و دوست تاجیکستان و ازبکستان.